تو این ایران 9 میلیون گرسنه داریم آقای قدیری. خب. مگه ما شیعه نیستیم؟ خب. علی گفت یک نفر بدون غذا بخوابه من شب خوابم نمیبره. 9 میلیون گرسنه میگه من میخوام بنزین رو گرون کنم. من داری یارانه میدی. یارانه کجا بود؟ یارانه برای ما باقی نذاشتید. شما ریال رو هی پهن میکنید، هی میگید بنزین ارزونه. ریال رو خراب نکن. عزیز من گرانسازی نمیکنیم، واقعی سازی میکنیم قیمت. میگیم سهم اسم دستشویی رو بذارید WC، اسم WC رو بذارید مستراح. فرقی میکنه؟ خب گرانسازیه. شما داری گرانسازی میکنی، اسمشو عوض میکنی. یه روز سکه از رو دوم میشینه این پولو بدیم به خود مردم. باز داری ما رو گول میزنی. نه شما گول خورده هستی عزیز من. شما ذهنت فریب خورده است. یه سوال ازت بپرسم. الان میگی بنزین بشه 30 تومن دیگه، درسته؟ الان قیمت تمام شدهش که 47 تومن. خب 47 تومن. میخوای الان 47 تومن بنزین به ماشین من بزنی که ایران خودرو گندش زد در 16 بسوزونه. اوکی. پس فردا دوباره دلار گرون میشه. درسته؟ دوباره بنزینت ارزونه دیگه. خب دوباره میخوای گرون کنی. حالا من عرض می‌کنم خدمت شما چند بار تا حالا این بلا رو سر آقا الان دفعه بعد دلار گرون شد با این بنزینی که دوباره ارزون شده میخواد چیکار کنی؟ من میگم دلار ارزون‌تر خواهد شد. آره چند بار از این وعده عرض می‌کنم دارم میگم چرا دلیل دارم. تاریخ پس از انقلاب دلیل دارم برای شما. دلیل دارم برای شما. چرا کی ارزون شده؟ چی؟ الان تا حالا دلار تاریخ پس از انقلاب